است، سی شورای نظاری، سی لچک است، ای کولابی، سی سمرقندی، سی بخارایی. نفر جدش برادر عزیز در وقت ظاهر شاه آمدگیست تمدن ما به شرم و شرمی. مثل که همون دختر هزارگی نبود اینی دختره. حالا اینمی دختر هزارگی را زگو اینمی. اینی زن یادتان است؟ پوشید؟ آهینی پوشید؟ ولی مگه افغان ها که از دخترها را در شهر بازار چور میکنن. در تمام دنیا ما را به شرم و شرمان. در حالی که ما کدام دختر را چور کردیم و گناه از این زن هم نیست. چون در پشت مکتب لندغر استاد بود، پشت فاکولته لندغر استاد بود، پشت دکان لندغر استاد بود، در کوچه و بازار لندغر استاد بود. با دختر مردم پرزه برو، با مادر مردم پرزه برو، با زن مردم پرزه برو. از ترس از اینا مردم که زن شاه رفته نمیتونست. همینجا در اروپا از ترس از این لندغرا، از ترس از این پدرلعنتا که زن اولاد خود کس در اروپا هم گشته نمیتونه، در امریکا گشته نمیتونه. که زنت بگردی لندغر عکس نمیگیره، که زنت بگردی لندغر برادر عزیز ویدیو تا میگیره، که خواهرت بگردی بیاد لندغر عکس تا میگیره. اون کلان لندغرا یاور دمی آخر چقدر بی‌ناموسی کرد نه؟ گاهی چشم خواهر یک کسر نشان بده، دهن و لبای مادر یک کسر نشان بده، آخرم پروردگار چنان شرمنده نشان کرد که نه برش آبرو مان، نه برش عزت مان، نه برش حیثیت مان، نه برش شرم. اون برادر عزیز تمام فامیلایش تصاویرش نشو شد. به خدا از دلم از قلب خون آمد. گفتم تو سایکو گناه خواهر پاک دامن از این، مادر پاک دامن از این چیز، ولی از خاطر یک فرزند لچک، از خاطر یک برادر لچک، از خاطر یک آدم لچک خانواده بسته فامیلش برادر عزیز رسوا شد، بیاب شد، به عزت شد. اینمی طالب که من لحظه مکتب بسته کرده از ترس اینمی، چون در جمهوریت ما میدیدیم 90% مردم واقعی و با عزت افغانستان از ترس لندغر دختر خود مکتب روان نمیکرد، از ترس لندغر دختر خود دکان روان نمیکرد، از ترس لندغر دختر خود به کار کردن روان نمیکرد. چون از یک طرف لندغر بیاد در پرزه برو، دست بزن، لچکی کو، لندغری کو، مثل که در اروپا است. نه فکر کنید نمی آزادی در افغانستان است و همون تو بود دیگه. او عکس خوار از او میگیره، او عکس خوار از او میگیره، او عکس زن از او میگیره. بیادر حقوق زن یار یا نمیشناسن، یا برادر عمق نمیفهمن که شخصیت یک زن منحصر به خودش است، یک شخصیت علیحده است. گناهی که یک برادر میکنه، گناهی که یک پدر میکنه، گناهی که یک فرزند میکنه، او جرم از او، پاداشی از او به یک خواهر، به یک مادر، به یک بانو بر نمیگرده. او آقا یاور امو بی بی سی اگر کدام کار کرده بود، ده او گناه مادرش نیست، ده او گناه خواهرش نیست. ای بی ناموسی است، ای بی حیثیتی است، ای دیوسی است. من به خاطر از این میگم که فامیل محترمت برادر عزیز الکوزای های ماست، پشتون های ماست. او به آبرو عزتش رفت، تو خساره هیچی صرفه نمیکن. میایم یک چند صحبت به ارتباط محقق ایران صحبت میکنیم، باز میایم دوستان بالا میریم. عزیزان دل، ارجمندان قلب، ما با هیچ قوم مشکل نداریم، ما با هیچ تبار مشکل نداریم، ولی من شخصا با انسان دروغگوی، با انسان منحرف، جاسوس و بالاخره امو کسایی که خود رباط ساختن، دهانای کیرویی مثل محقق اینا، با اینا مشکل داریم. تاجیکا آمدن در طول تاریخ 200 سالی که در افغانستان دارن دروغ گفتن، با کمک و همکاری کشورهای مختلف برادر عزیز از یک هویت قومی دروغی ساختن به نام تاجیک. هویت ازبک سلب کردن، هویت یک تعداد هزارها را سلب کردن، هویت قزلباشا را سلب کردن، نیمی سعیدا را هویتش سلب کردن، در تذکرهشان نوشته کردن تاجیک. مکمل هرات برادر بارکزایا و قنداری ها و برادر پشتونا هستن، او را گرفتن برادر عزیز تاجیک نوشته کردن. بعد از او آمدن گفت مولانا از ماست، بعد از او آمدن گفت امام صاحب ابو حنیفه از ماست، بعد از او آمدن با ده ها شخصیت های دیگه برادر عزیز شکم انداختن، میگه اینا ما هستن. وقتی که به تاریخ بیادر ما رفتیم، اینا برادر عزیز هیچ چیز در تاریخ ندارن، 0 کیلومتر. یک قوم بسیار که من دیگه یاد نمیکنم که یک تعداد خفه نشن، که بیادر در 1921 روسا برادر به نام نیشن بل یک سیستم ساختن، در اونم یک قوم ساخته شد که قبلا نام از این قوم به نام تازی بود، باز بالاخره تازیک شد، باز بالاخره اینا عربایی هستن که در عجم بزرگ شدن و در عجم کلان شدن، بالاتر از 20-25 منبع داریم، ولی اینا نمیپذیرن و گناهشان هم نیست، چون بر از اینا دروغ گفته شده. خب ما سر گپ خود استاد هستیم. تمام ملاهای کره زمین بیارین، تمام انسانهای کره زمین، فرشته نبرین بیاری، فرشته، و بدون سند در تاریخ گپ بزنی نمیپذیرم. امی پدرم بیاید، پدر کلانم بیاید، فرشته ها بیاید، زمین و آسمان بیاید که بگه که امام ابو حنیفه تاجیک است، ولی سند تاریخی که برام نشان ندی نمیپذیرم.
بموری نمیپذیرمت، تکه تکه شوی نمیپذیرمت. در افغانستان که تاجک برای من قبل از سده 1900 نشان نتی نمیپذیرمت. قوم تاجکه او درست است در یگان کتابان نوشته شده که تاجک او را قبول دارم، ولی قومش میگم چون او متفرقه بودن چون تازی بودن در شروع اسلامی آمدن تازی ها بودن ولی تاجک نبودن. نه اونجا یک جای دیگه یک کتاب است اونجا نوشته کرده تازیک که او را بیادر عزیز او تازیک بوده او را تاجک ساختن که او را باز ما نسخه اصلیش پیدا کردیم. شور خورده نمیتونیم با خصوص آقای لالزاد. شور خورده تو انسان جغرافیا فروش، تو انسان هویت فروش، تو انسان به عزت دروغگوی منحرف به حیثیت به آبرو هیچ چیز نیستی. اینمی طالب که اینمی جاست، نه اینمی سگ از طالب سر کلتان شرف داره. طالب برادر عزیز نه در سوریه انسان کشته ولی ایران کشته. طالب برادر در لبنان عملا نکرده ولی ایرانی پارسی زبان کرده. طالب برادر عزیز در عراق عملا نکرده میلیون انسان نکشته ولی پارسی زبان های ایران کشته. شما ظالمتر از طالب هستین، شما قاتلتر از طالب هستین، شما وحشیتر از طالب هستین. طالب عکس زن کس نمیگیره، تو عکس زن مردم پت میگیری. طالب بالای طفل مردم تجاوز نمیکنه، تو بالای طفل مردم جد تجاوز میکنی. طالب برادر بالای زن مردم تجاوز نکرده، تو تجاوز کردی. طالب بیناموس نیست، تو بیناموس هستی. طالب خاک فروش نیست، تو خاک فروش هستی. فقط یک چیز طالب داره، یک زن تحصیل است و زن برادر عزیز علوم عصری است. دیگه برادر هیچ گپ نیست برادر عزیز. و یگان تاپا مابا بالای نظامی سابق میزنه که او خوب میکنه که میزنه. این طالبی را که شما جور کردین، این طالبی که ساخته شده، این را فلسفهش خوانده اید با چی ساخته شده ایده میفهمی. ما برات میگم وقتی که حکومت شهید دکتر صاحب نجیب الله بود، کوپون داشتم، انشورنس داشتم، مکتب داشتم، فاکولته داشتم، آزادی بیان داشتم، آزادی کار داشتم، آزادی هویت داشتم، آزادی فرهنگی داشتم، آزادی اجتماعی داشتم، آزادی های مختلف در وقت نجیب داشتم. یک گروه اشرار، یک گروه وحشی، یک گروه افراطی، یک گروه ملایزم، یک گروه اخوانی، یک گروه فوق افراطی شیطانی به نام شورای نظار و حزب جمعیت تحت نام دفاع جهاد افغانستان، دفاع پاکستان آمدن، پل نجیب پراندن، پلچک نجیب پراندن، طفل کشتن، زن کشتن، پیرمرد کشتن، عسکر کشتن، معلم کشتن، مکتب سوختاندن، فاکولته سوختاندن، بسار از زیرشان بم و بارود میماندن، بیادر بندای آب پراندن. بالاخره دکتر نجیب در بیانای خود گفت اگر من میخواستم کل از یارو در 24 ساعت بمبارد میکردم، ولی اونمو آدم گفت نه برادر عزیز من دیگه افغان کشی نمیکنم. حکومت برادر تعویض شد به اشرالیزم، دوزیزم، احمقیزم. وقتی که اینا حاکم شدن کابل ویران کردن، ازاره را کشتن، ازبک کشتن، تاجک کشتن. برادر عزیز سرکا پر از خون شد، بی‌ناموسی صورت گرفت، قحطی صورت گرفت. مردم آمدن در مسجدها نشستن، گفت از این بنبست، از این مشکل چطور بیرون شویم. یک تشکیلات شکل گرفت به نام طالب. یک مردم مظلوم، یک مردم بیچاره، یک مردمی که هیچ گناه ندارن. در تاریخ طالب ببین صرف از خاک خود دفاع کردن. نه بالای مثل پارسی زبان ها واره، نه بالای لبنان هم نکردن مثل پارسی زبان ها واره، نه بالای سوریه هم نکردن مثل پارسی زبان ها واره، نه بالای عراق هم نکردن مثل پارسی زبان ها واره، نه بالای یمن هم نکردن. در جنگ های مذهبی پاسداران برادر سپاه فاطمیون و زینبیون میلیون ها انسان کشتن. امی لحظه اینمی ایرانی های لعنتی فارسی زبان ها را میگم، برادر عزیز قطر بمبارد کردن، عربستان بمبارد کردن، دبی بمبارد کردن، کشورهای اسلامی را بمبارد کردن. کدام کشور از یاد از دست از یاد در امان هستند؟ یک انسانای افراطی، یک انسانای وحشی، یک انسانای نجات پرست مردار کثیف بی ارزش. اینمی رقم که زبان گندیده و مردار و پر از فحشای فارسی در هندوستان از بین رفت، در پاکستان از بین رفت، در ازبکستان از بین رفت و بالاخره در افغانستان هم از بین خواهد رفت. چون یک کتاب علمی که فارسی نداره یک فایدهش به انسان و بشریت نمیرسه. یک زمان تمام هندوستان فارسی صحبت میکردن، حال در فارسی مردم میشوشه اونجا. یک زمان تمام پاکستان فارسی صحبت میکرد، حال مردم در فارسی میشوشه. در افغانستان هم که فارسی صحبت میکرد بایدی از بین میرد. این زبان قتل است، زبان فحشا، زبان دو است، زبان نجات پرستی و زبان کثیف است. برادر عزیزم، همین زبانی که من صحبت میکنم زبان دری، این همین زبان دری رو شما به شرم و شرماندین. این همین زبان هم برادر عزیز باید محکوم شود. ولی فعلا که من با این زبان صحبت میکنم به خاطر تفهیم یک تعداد انسانهای جولا، خود فروخته و بی عزت و بی حیثیت هستیم. یک چیز در گوگل نوشته کو در امریکا نمیکشه وبسایت. در گوگل نوشته کو بگو تشکری محمد محقق از فاطمین و زینبین و سپاه پاسداران.
تنها همین محققی که فعلا خب محقق گپش گوز خر است. محقق نه در بین قوم خود ارزش داره، نه در بین مردم خود ارزش داره، نه در بین دنیا ارزش داره و نه پیش بادرای خود ارزش داره. حالا که میگه دیورن گپ از این گوز خر است. ولی نمی محقق لعنتی، اینمی محقق خود فروخته، اینمی محقق بیزد لکها جوان هزاره را به سوریه روان کرد. لکها جوان هزاره اینمی محقق به لیبیا روان کرد. لکها جوان هزاره اینمی محقق بیناموس توسط پول به عراق روان کرد. کلش کشت قتلام کرد. برنامه چی؟ ولی ما لشکر زینبون هستم، به خاطر زینب عمری ها را میکشم، به خاطر فاطمه عمری ها را میکشم. چرا عمری ها را میکشی؟ ولی عمری ها در کتابایشان خود دید عمری ها ولی چیستن؟ قرار بود که حضرت علی جانشین شود، حضرت عمر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خفک کرد، او را کشت، وصیت شنمان که بکنه از او خاطر. یعنی اینا یک قدر افراطی، یک قدر وحشی مردم هستند. رفتن برادر نیمی مردم عراق مکمل نیم کردن، قتل عام کردن، سوریه را مکمل نیم کردن به نام عمری. برادر عزیز لیبیا را مکمل نیم کردن، یمن را مکمل قتل عام کردن به نام از اینکه اینا عمری هستند. حال برادر عزیز دمی ایران کم سنی ها را کشتن، کم سنی ها را قتل عام کردن، کم مردم سنی را اعدام کردن. یا نه مسلمان هستن نه انسان هستن. مسلمان من خودم مذهبشان کار ندارم ولی مسلمان قتل نمیکنه برادر. یا به نام فاطمی زینبی و پاسدارای نمی پارسی زبانای ایران کم قتل کردن. تو برای من طالب نشان بده در کدام کشورم نکرده باشه. تو برای من طالب نشان بده که در کدام کار کسی مداخله کرده باشه. تو میای در پارلمان من میگی زبانم پارسی است. ما کدام روز در پارلمان ایران گفتیم که زبانم پشتو است. تو میای در پارلمان من میگی که پانتون نوشته نکو، دانشگاه نوشته کو. این مداخله است. ولی ما پشتون کدام روز در پارلمان ایران تاجیکستان رفتیم که گفته باشیم که تو پانتون نوشته کو. در لوحه وطنم کار داری، در سیستم وطنم کار داری، در اداره وطنم کار داری. خیریت خواست باید افغانا پشنا بیدار شود. باید دیگه استرانی باید تازیر بالا اجازه نده. استرانی باید پارسی زبان اجازه بالا نده. یک مردم خائن، مردم عزت، مردم به حیثیت، مردم به شرف، مردم خودفروخته، مردم جاسوس، مردم گندیده. کدام روز شما به وطن خیرتان رسیده؟ او وطن اگر از تو میبود تو باید دفاع میکردی. کدام روز از وطن دفاع کردی؟ قراردادهای احمد شاه مسعود که تبریسا نبرآمد برآمد نه؟ فقط به توهین، تحقیر، عزیز پولاد، بچه نغمه، فلانی، بستانی. یعنی چی؟ اینمی یکسای آور که نشر و پخش شد، اینمی یکسا 6 ماه پیش ما بود. ما یک قدر زنانتان دوست داریم، ما یک قدر خواهرایتان دوست داریم، ما یک قدر مادرایتان دوست داریم، چون ما ناموس داریم، ما حیثیت داریم. شما ملاهای پدرلعنت یک نغمه را گرفتین 24 ساعت توهین میکنین. خب از ترس شما مردم آوازخوانی نمیکنه، از ترس شما مردم بیرون نمیره کار نمیکنه، از ترس شما مردم مکتب نمیخونه، چون او را تمسخر میکنین، او را برادر عکسش میگیرین، او را بی عزت میسازین. شما خب بی‌ناموس هستین دیگه. آدمی که ناموس داشته باشه عکس زن کس میگیره. آدمی که ناموس داشته باشه چشم زن کس نشان میده که اخطار میده. آدمی که ناموس داشته باشه لبای خواهر کس نشان میده. خب بی‌ناموس است. خب بی‌ناموسی است. همین مکتب که بسته شده از خاطر شما بسته شده. کم دمی پشت دروازه مکتب کلکک میکردین دخترای مردم. کم دمی کوچه ها برادر اذیت میکردین دخترای مردم. کم برادر عزیز فحشا میکردین. اولش من خودم تا زمانی که تازی در وطنم باشه من زن من نمیمونم درس بخونه، چون میگه اون زن پولاد عکسش میگیره صبح دو میزنه. چرا باید درس بخونه؟ تا زمانی که تازی باشه، لچک باشه، لندقر باشه من خودم نمیمونم. ما در اروپا هم نیست. در اروپا زنان افغان هم نیست از دست لندقرا. در اروپا خو یک زن افغان رفته نمیتونه که یک شوهر خود، که یک برادر خود، که پدر خود، برادر عزیز برای یک چیزی خریداری بکنه. کمی برای لندقر کامرا داده شخص میگیره و سوشال میدیا داو میزنه. خود در اروپا هم شما حقوق زن پایمال کردین. در اروپا از دست شما مردم زنای خود مکتب نمیمونه. افغانستان خود جایش بود. بی‌ناموس هستین دیگه. البته یک تعداد میگم اونو تاجیکایی که انسان هستن او را کار نداریم. مسلمان هستیم او را کار نداریم. هدف ما اینمی پروژه است. اینمی محقق آمد برای امان هزاره پیسه داد، گفت برو برادر موضوع دیورند دفکار مردم یک کمی چیکو آمد به اردو هم گفت، دیگام گفت آخر دید که بیاب شد، نشکت خدا بیاب ساخت. حالا خود محقق آمد با خدا قسم است او مردم افغانستان اینمی رهبرای پشتون فراری
رهبرای ازاریف که فرار کردن، رهبرای ازبک که فرار کردن و رهبرای تاجک که فرار کردن، اینا در نزد مردم خود ارزش سگ ندارن. فقط که بیرون از کشور امو فراری های خودشان اونا را برادر دوست دارن. در داخل افغانستان مثلا اینمی یونس قانونی در داخل پنجشیر حیثیت سگ ندارن. اینمی احمد مسعود در داخل پنجشیر حیثیت یک گور ندارن. اینمی محقق و خلیلی در بامیان حیثیت یک سگ ندارن. اینمی کلانای پشتون اتمر و فلان و غنی در ننگرهار و کنر حیثیت یک خر ندارن. چرا که اینا رهبرای هستن که ملت ها را فروختن. اینی مارشال دوستم بابا در اینمی میمنه و در اینی جوزجان و در اینی سرپل و در اینی یک بلگه کسو در ارزش یک سگ بده. چون یا خیانت کردن کتما یا ما را فروختن، مردم افغانستان را فروختن. و ای چند تا روانی و موبایل دست که اینجا من گپ از یو تان بالا میزنن یا ارزش سگ ندارن یا آدم و فامیلایشان ارزش ندارن، در خانواده هایشان ارزش ندارن. خلاص کلان برادر عزیز گران پشتنو، هر کله سی پارسیوان تا ته وایي چې زه ښځو ته احترام لرم، د ښځو حقوق غواړم، ته ورته فکس هغه دروغ وایي. دا خلک نه د ښځو حقوق ته